سرخط خبرها. تاکید افغانستان و ترکمنستان بر تسریع کار پروژه تاپی. معاون نخست وزیر ترکمنستان میگوید تا پایان سال جاری میلادی کار این پروژه به ولایت هرات خواهد رسید. که پروژه حرکت میکنه به 10,000 نفر زمینی کار ایجاد میشه. تعیینات جدید در برخی از ادارات حکومتی. ذبیح الله مجاهد میگوید که این تعیینات به منظور بهبود عملکرد و مؤثریت کاری انجام می شود. فردای دولتداری به طرف تطبیق پلان‌های ساختاری و مدیریت کردن می رود. نگرانی ها از افزایش حملات در بلوچستان پاکستان. زلمه خلیلزاد گفت که راهبرد پاکستان در قبال بلوچستان با شکست مواجه شده است و احتمالی که قدرت‌های خارجی در عملات باشه امکان وجود دارد. و فروکش کردن تهدیدهای لفظی امریکا و ایران علیه یکدیگر. رئیس جمهور امریکا ادعا کرده که با ایران وارد مذاکره شده است.